فرمودن پیغمبر علیه السلام اگر من یه ساعتی همراه برادری از برادرای مسلمونم برم برای رفع حاجت او و کمک کردن به او، اون یک ساعت برا من ارزشش از 1 ماه به اعتکاف نشستن تو این مسجد، اشاره به مسجد پیغمبر بود علیه السلام، بازم بهتره. مسجد پیغمبر علیه السلام یک نماز در روایت صحیح داریم به اندازه 1000 نماز ثواب داره. چقدر عظیمه تعاون و همکاری. بلخص این گونه انسان ها اگر کسی تو یک جایی پیدا بکنه، درمانده، ناتوان، هیچ بلد نیستن، نمیدونن بیچاره ها، به درد همچه افراد. فرمودن پیغمبر علیه السلام اگر من یه ساعتی همراه برادری از برادرای مسلمونم برم برای رفع حاجت او و کمک کردن به او، اون 1 ساعت برا من ارزشش از 1 ماه به اعتکاف نشستن تو این مسجد، اشاره به مسجد پیغمبر بود علیه السلام، بازم بهتره. مسجد پیغمبر علیه السلام یک نماز در روایت صحیح داریم به اندازه 1000 نماز ثواب داره. چقدر عظیمه تعاون و همکاری. بلخص این گونه انسان ها اگر کسی تو یک جایی پیدا بکنه، درمانده، ناتوان، هیچ بلد نیستن، نمیدونن بیچاره ها، به درد همچه